خب خدمت دوستان عزیز، امروز قرار کار با دستگاه سمپاش 1000 لیتری فول هیدرولیک رو خدمت دوستان عرض کنیم. اول نحوه کار اینه، با این اهرم ها نحوه باز شدن هر کدوم از قسمت ها یا باله های سمپاش همونطور که مشاهده میکنید به صورت کاملا هیدرولیک باز میشه. در هر دو سمت باله ها به صورت کاملا باز میشه و قسمت ریلی سمپاش به صورت ریلی تا کف زمین پایین میره. خب دوستان، این و سمپاش به صورت شفت هستش، همونطور که مشاهده میکنید در دورهای به صورت خرمنکوب، همونطور که مشاهده میکنید به صورت خرمنکوب کار میکنه. و حالا همونطور که مشاهده میکنید با سرعت گرفتن گاز تراکتور میزان پاشش دستگاه هم به طور اتوماتیک بیشتر میشه. کاملا مکانیزه و این سمپاش قابلیتی که داره اینه که کلاً سم و آب رو به صورت کاملا مولکولی تجزیه میکنه و به هیچ صورتی قطرات آب مستقیم پاشش ایجاد نمیکنه. کاملا آب، قطرات آب کاملا به صورت مولکولی تجزیه میشن و کاملا قطرات آب در هم شکسته میشن و پاشش ایجاد میکنه. و این نوع سمپاشی بیشتر برای سیب زمینی و کشت نخود و پیاز انجام میشه، اما به صورت معمول برای کشت های گندم، جو، نخود، دیم و همینطور به صورت کشت آبی هم انجام میشه. و حالا در چیزایی که خیلی مهمه برای این نوع سمپاش اینه که باید کاملا در محیطی که کار میکنید زمین یک نواخت باشه. در غیر این صورت باله های سمپاش به طور جدی همونطور که مشاهده میکنید جک ها به طور کلی آسیب میبینن. و قابلیت ارتفاع ریل در این نوع سمپاش وجود داره.